بعد نشر گزارش درباره حضور سربازان چینی در قلمرو تاجیکستان، وزارت مدافع چین از همکاری‌های نظامی با این جمهوری آسیای مرکزی حمایت کرد. روز 28 فوریه، سخنگوی وزارت مدافع چین رن گوکیانگ به خبرنگاران گفت: همکاری‌های چین و تاجیکستان بر پایه قانون‌های بین‌المللی و قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد عملی شده به منفعت مردم دو کشور، نظامیان آنها و نظم و ثبات منطقه است. در عین زمان این مقامدار نظامی چین مثل اظهارات پیشتر کشورش تاکید کرد در آن منطقه دولان وخان که به افغانستان مربوط است، سربازان چین حضور ندارند. طبق بعضی گزارش‌های تا هنوز تصدیق نشده، در منطقه معروف با نام دولان وخان که در دامنه هندوکش قرار داشته از شمال آن تاجیکستان و از جنوب آن پاکستان جایگیر می‌باشند، حرکت ماشین‌های نظامی چین مشاهده شده است. ظاهراً مقامداران پکین می‌خواستند پایگاه نظامی در تاجیکستان را که در آن سربازان ارتش مردمی چین مستقر هستند، پنهان نگه دارند. اما ماه گذشته روزنامه واشنگتن پست از منبع اول درباره حضور شماره بزرگ نظامیان چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان معلومات داد. وظیفه این سربازان معلوم نیست و سخنگوی وزارت مدافع چین هم در این باره تفصیلات نداد. ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با ولایت ناآرام شینجان چین هم مرز است. بعد آشوب‌های جدایخواهان مسلمان شینجان، چین در این ولایت حضور نیروهای امنیتیش را به طور قابل ملاحظه تحکیم بخشیده است.